سلام علیکم دوستان، خسته نباشید. در خدمتتون هستیم با یک سری دیگه از برنامه‌های تحلیل تحولات منطقه. با تشکر از رسانه خوب تحولات جهان اسلام که این نقشه رو تهیه کرده. برنامه‌ای که گذاشتیم اینه که بتونیم حداقل روزی یک بار تحولات منطقه رو براتون بررسی کنیم از روی نقشه. لطفاً سابسکرایب و لایک کلیک یادتون نره، این خیلی به ما کمک میکنه در بهتر دیده شدن و به متعاقب اون افزایش کیفیت. خب دیروز ما یک شرحی داشتیم از نقشه شمال غزه که خب اسرائیل یک عقب نشینی گسترده‌ای رو صورت داده. البته به گفته خودشون این عقب نشینی برای این بوده که بیان مثلا سمت شمال مستقر شن برای حالا کنترل گرفتن حزب الله یا حمله به جنوب لبنان یا حالا هر چیزی که براش برنامه ریختن. ولی عرض شود که تلاششون برای نفوذ در این منطقه، نفوذ دوباره به مرکز شهر غزه از منطقه دانشگاه جامعه الازهر داره چیز دیگه رو نشون میده. صهیونیست‌ها همونطور که ملاحظه می‌فرمایید تلاش دارن از این قسمت دوباره به سمت مرکز غزه نفوذ کنن که حالا دیروز هم دربارش صحبت کردیم. در شمال باز هم یک سری عقب نشینی هایی از این قسمتی که ملاحظه می‌فرمایید الان براتون می‌کشم، باز یک سری عقب نشینی هایی از این قسمت صورت گرفت که هر بار هم اسرائیل رو ربطش میده به تلاش برای سفارایی مقابل حزب الله در مرز، که حالا اینم باید مورد توجه قرار بگیره که آیا اسرائیل قصد داره حمله زمینی کنه به جنوب لبنان یا خیر، که البته این الان موضوع بحث این برنامه نیست، که در برنامه بعدی قطعا مورد بررسی قرارش خواهیم داد. در منطقه العمل اسرائیل تونسته یک سری پیشروی‌هایی به سمت ساحل غربی یمن داشته باشه که من فکر کنم قصد اسرائیل این استش که برخلاف شمال غزه که دچار تلفات بسیاری شد برای گرفتن برخی مناطقی که درش به اصطلاح مقاومت بیشتر هستش رو به صورت جزیره شکل در حالت محاصره قرار بده، که دیروز هم عرض کردیم با وجود تونل های تو در تو و شبکه زیرزمینی نظامی مقاومت این امر میسر نخواهد شد، چرا که خب در منطقه مورد محاصره قرار گرفته شده نیروهای حماس میتونن به سادگی به همدیگه کمک برسونن و اون محاصره عملا شکسته شده خواهد بود. در این منطقه گفتیم که حالا یک سری مناطق مسکونی که درون خودش چندین بیمارستان از جمله بیمارستان صلیب سرخ رو جا داده به صورت محاصره در اومده. اسرائیل فعلا پیشروی اینجا نداشته، حالا مثل که نخواسته این قسمت رو حالا پیشروی انجام بده، ولی بازم درگیری اطراف اینجا زیاد هستش. و در جنوب هم همونطور که میبینید از دیروز هنوز پیشروی قابل توجهی صورت نگرفته. دیروز هم بهتون عرض کردم خب از نقطه تسخیر شده تا رفح هلوش 1500 تا 1800 متر فاصله هستش. در مرکز خان یونس هم از نقطه محاصره شده در القراره تا منطقه حماس هلوش 1000 متر فاصله هستش، که حالا انگار این پیشروی‌ها در اینجا شدت گرفته و اسرائیل طبق تحلیلی که حالا ما بهش الان رسیدیم قصد داره که مناطقی که درشون مقاومت بسیاری صورت میگیره رو به صورت جزیره شکل در محاصره خودش قرار بده تا ببینه که بعداً چه حرکتی میتونه انجام بده. این بود تحلیل پیشروی‌های امروز اسرائیل تا به الان، که حالا پیشرفت قابل توجهی هم نداشتند به جز یک سری پیشروی‌ها در این قسمتی که ملاحظه می‌فرمایید که دارن میرسن به دانشگاهی که حالا دیروز هم دربارش صحبت کردیم. حالا این بود شرح تحولات غزه تا به امروز. ممنون میشم لایک و سابسکرایب کنید کانال رو که برای پیشرفتمون خیلی مهمه. خسته نباشید. یا علی.